بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در درس 11 در قسمت سومش سوال میکنیم که با نام عزیز الله سبحانه و تعالی چه قسم زندگی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب وقت ما فهمیدیم که اسم العزیز الله سبحانه و تعالی دلالت میکنه به این که الله سبحانه و تعالی دارای عزت کامل هست. پس ما عقیدت میکنیم که واقعا عزتی که الله داره، عزتی که به جلال و عظمت و بزرگی از او شایسته هست، او عزت هست که مربوط خالق متعال میشه و ما بنده های عاجز نباید در این عزت الله، یعنی در این عزت الله مداخله بکنیم. یعنی بنده عاجز خود عزیز فکر نکنه. برای بنده عاجز امو که در مقابل خالق متعال اظهار ذلت و تواضع میکنه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کدام کسا فلاح پیدا میکنن که در نماز خود چی میداشته باشن؟ بسیار خشوع میداشته باشن. و کسی که در این مداخله میکنه باز الله متعال او را جزای بسیار خطرناک میده. ذق انک انت العزیز الکریم. کافرها را وقتی که الله در دوزخ جزا میده باز برشان میگه که بچش از عذاب الله. ملائکه هم برشان میگه که بچشین از عذاب الله. تو خب بسیار خدا با عزت فکر میکردی، خدا بسیار با کریم فکر میکردی که من هستم. اینی صفات تکبر و غرور شایسته یک مخلوق نیست. پس ما عقیده داریم که الله سبحانه و تعالی العزیز است، یعنی عزت مطلق مربوط الله هست. چیزی از عزتی که الله سبحانه و تعالی خلق کرده، یکی عزتی هست که مربوط الله هست، صفت الله هست، به جلال و عظمت الله شایسته هست، او مربوط الله هست. و الله عزتی که خلق کرده برای مخلوقاتش از عزت مخلوق یک چیز میده که مربوط به مخلوق میشه. و این عزتی که در ما و شما داده میشه که مربوط به هست، این امو عزتی هست که دائمی نیست. عزت است که مثلا به امو عاجزی و بیچارگی ما شایسته هست، ولی یک که الله رحم میکنه و لطف و کرم میکنه برای بنده های خود عزت میده و از عظمت و بزرگی و جلال الله هست. پس الله العزیز مطلق است. صفت الله سبحانه و تعالی هست العزیز، بذات و جلال و عظمت از او شایسته هست. او عزت مطلق الله هست. دوم فهمیدیم که الله غالب هست. یعنی هر قدر دشمنای اسلام برنامه بسازن، پروگرام جور بکنن و هر چیزی بکنن، بالاخره غالب الله هست. برادرای یوسف علیه السلام خواستن که یوسف علیه السلام غلام بسازن، برده بسازن، بکشن، حتی زندگی نداشته باشن. الله سبحانه و تعالی در مقابل از اینا بر از او عزت داد. والله غالب علی امره. الله در کارهای خود غالب هست. تمام پلانهای قتل زوره و تمام پلانهای از بین بردن از زوره و تمام پلانهای ذلیل ساختن از زوره، اونا هر پلانی که جور کرده بودن با کثرت تعداد و با زور و با قوت و با بازو با این همیشه الله سبحانه و تعالی یوسف علیه السلام عزت نصیب کرد که بالاخره کل از اونا آمدن و در مقابل یوسف علیه السلام سر سجده گذاشتن و بیان کردن که تو عزیز هستی
و الله یا نمیخواستن که تا زنده باشه، لکن وقتی که مخلوق فیصله میکنه، ببینید دیگه فیصله مخلوق در این دنیا هست، در این زمین فیصله خالق در آسمان ها. برادرای یوسف فیصله کردن که یوسف بمره، کشته شود، در چاه انداخته شود، برده و غلام شود، به عزت شود، العیاذ بالله. لکن الله متعال فیصله کرد که اینمی یوسفی که یا این قسم پلان دارن زنده بمانه، با عزت زندگی بکنه، عزیز مصر شود، در چوکی صدارت بشینه، قدرت سیاسی داشته باشه، و امی برادرای عزیز در مقابل از زانو خم بکنن و سر به سجده تا بگذارن و تسلیم شوند و به ذلت خود و به عاجزی خود اعتراف بکنن. والله غالب علی امره، الله غالب هست. بسیار اوقات از امی قسم فرعون میخواست که موسی علیه السلام و قومش ذلیل بسازه. یک چند وقتی الله برش موقع میده، لکن او که میخواست که اینا را به عزت بسازه، الله متعال والله غالب، الله العزیزی که غالب است، فرعون با لشکرش غرق میکنه و ذلیلانه هلاک میشه و جسدش هم میکشه و در لب بحر میپرته. که حتی امروز تحقیقاتی که بالای از اون میشه، مردم با حتی یک فرانسوی با تحقیق بالای جسد فرعون مسلمان میشه. الله جسد از را نگاه کرده و حفظ کرده تا او عبرت باشه بر دیگران. فرانسوی میخواد سر جسد فرعون تحقیق بکنه، با وحدانیت ذات ذوالجلال تسلیم میشه، مسلمان میشه. در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم، العزیز فیصله میکنه، دارالندوه پارلمان کفار، وقت می پارلمان کانگرس دارالندوه میگفتن، نامش فرق میکنه. فرعون های شمو هست، اکثرا فراعنه‌ای که ضد حکم الله و ضد شریعت الله فیصله میکنن، در متن جلسات میباشن. شیطان های انسانی با شیطان های جنی با هم دست خود یکی کردن، تصمیم گرفتن در دارالندوه، در پارلمان قریشی ها، که باید رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط نمایندای تمام مردم، نمایندای مردم از هر قوم باید نماینده باشه و اون نماینده ها برن و رسول الله صلی الله علیه و سلم به قتل برسانن و خونش در بین قبایل مختلف تقسیم شه و کسی دادخواهی کردن نتانه. این فیصله بود که باید کشته شود و از بین بره و دیگر دعوتگری نباشه و دیگر دینی نباشه و اسلامی نباشه. این فیصله زمینی بود که شیطانهای انسانی با شیطانهای جنی که تا ابلیس برشان مشوره میده، اینایی تصمیم داشتن. لکن شما تصور بکنین که شما وقت فکر میکنین که ابلیس میگه من باید را از بین ببرم، شیطانهای انسانی ابو جهل و امیه ابن خلف و اینا با هم کلشان دست خدایی که میکنن، برنامه میسازن برای از بین بردن از. لکن الله سبحانه و تعالی در آسمان ها فیصله میکنه که من ذات العزیز هستم والله غالب علی امره. فیصله ازی هست که این حفظ شود، چشمای از اینا نبینن و این بره به غار ثور و از غار ثور بره به مدینه منوره و در اونجا حکومت اسلامی را در اونجا بسازه. چرا؟ این خلیفه الله هست در زمین الله. اینی جاعل فی الارض خلیفه. آدم علیه السلام خلیفه الله در زمین الله هست، خلافت الله را در زمین الله تطبیق میکنه. این رسول الله هست، این باید من حیث خلیفه الله در زمین الله حکم الله را تطبیق بکنه
و الله بر از او حکومت میده و رسول الله صلی الله علیه و سلم حکومت جور میکنه که بالاخره با لشکر 10,000 نفری 2 نفر از خانهش نبرایه و به مدینه منوره میره با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و یک کسی برشان که یگان راه را که نشان میده او است. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم با ساختن حکومت در مدینه منوره دوباره میایه و با 10,000 لشکر مؤمن موحد میایه و کل از اینا ذلیل میشن. اگر در زمین فیصله میشه که کشته شود، در آسمان فیصله میشه که رهبر حکومت اسلامی شود، دولت اسلامی بسازه که بالاخره دولت ازیباست توسط شاگردایی که تربیه میکنه بالاخره باز امپراتوری فارس نابود میشه و امپراتوری روم تسلیم میشه و بر 3 قاره جهان این مسلمان ها حکومت میکنن. والله غالب علی امره. این قسم باید الله را بشناسیم که درست از فیصله ها در زمین میشه، اما اصل فیصله الله هست. چرا؟ او العزیز هست، اینا ذلیل هستن. فیصله ذلیل نمیتونه در مقابل فیصله عزیز قرار بگیره. هر کسی که قرار میگیره او رو باز الله رسوا و تباه میکنه و ذلیل میسازه. پس الله ذات با عزت مطلق، ذات عزیز هست، غالب هست، هیچ چیزی او را عاجز ساخته نمیتونه. همین قسم زندگی میکنیم. درست از دشمنای الله زیاد برنامه ریزی میکنن، الله برشان وقت میده، لکن با اندک تغییر نابودشان میکنه. هیچ چیزی مثل از اون نیست. عقیده داریم که هیچ مخلوقی با الله هم مثل شده نمیتونه، شبیه شده نمیتونه. این کاملا از ذهن خود مخلوق او سو کنیم. ما از ذات با عظمت صحبت میکنیم و او ذات هست که کسی را خواسته باشه عزت میده و کسی را خواسته باشه ذلت میده. پس اگر عزت میخوایم برش میخوایم که یا الله تو برای ما عزت نصیب بکن، عزت و سعادت دنیا و آخرت الله تو نصیب ما بکن. و همیشه عزت خدا در اطاعت از کتاب الله، عزت خدا در اطاعت ذات العزیز میخوایم که او از عزت میده. کلامش با عزت است، دینش دین با عزت است و هر کسی که پیروی از کلام از او بکنه الله برش عزت دنیا و آخرت نصیب میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.